از این ویدیوهای ترند که خیلی وایرال شدن بسازیم. بریم بهت بگم. اول یه ویدیو اینطوری از خودتون میگیرین، حالا یه ویدیو دیگه به این صورت. ویدیو اول وارد برنامه کپکات میکنین، رو ضربه میزنین، بعد قسمت اد اوورلی ویدیوی خودتون رو وارد میکنین، رو ریموو بک‌گراند میزنین، چند لحظه صبر میکنین و تیکو میزنین. ویدیو خودتون رو دقیقاً جلو میکشین و سایز خودتون رو اندازه کیف کوچیک میکنین. حالا از ویدیوتون یه دونه فریز میگیرید که به حالت ایستاده باشین تا قبل از اینکه در کیف رو باز میکنین تصویر خودتون باشه، به این صورت که دارین میبینین. حالا رو ویدیو دوم ضربه میزنین، یه دونه کی فریم بهش میدین و از قسمت ماسک کردن ماسک خطی رو انتخاب میکنین. به این صورت با حرکت خودتون خط ماسک رو جلو میکشین. یه ذره که جلو رفتین دوباره